نفرین خداوند بر شیطان آنگاه که گفت گروهی از بندگان تو را به عنوان سهم خودم در اختیار خواهم گرفت و بدون تردید گمراهشان می کنم و با آرزوهای واهی آنها را سرگرم می سازم و به انجام اعمال خرافی چون شکافتن گوشهای چهارپایان وادارشان می کنم. فرماندهیشان می کنم تا آفرینش خدا را دگرگون کنند. بدانید هر کس شیطان را به جای خداوند به عنوان سرپرست و تکیهگاه خود برگزیند بیشک زیان آشکاری کرده است. شیطان به آنها وعده می‌دهد و وجودشان را مملو از تمنا و آرزوهای واهی می‌کند. بدانید که وعده شیطان به آنها جز فریب و نیرنگ نیست. آنها جایگاهشان جهنم است و هیچ